I was born in silence, above the clouds, where the earth meets the sky, high in the heart of Tajikistan. The sun kissed my peaks. The wind sang around me. I was strong, steady, ancient, winter after winter. I grew, patient and quiet, snow by snow, layer by layer. They called me eternal, and every spring I woke up the world below. I became rivers. I flowed through your valleys, fed your fields, and filled your cups. I was your orchards, your apricots and wheat. I was the heart of your gardens, the pulse in your cities, the song in your streams. You didn't always see me, but I was there. In your bread, in your tea, in the hands of every farmer, in the smile of every child. I gave without asking. But now, I am melting. Too fast. Too soon. The winters are shorter. The snow too thin. And the mountain no longer holds me. I am falling apart. Shrinking. Fading. The rivers sometimes rush wild or dry before they reach your fields. Floods come without warning. Then droughts follow in silence. The balance is slipping away. If I disappear, your rivers will forget how to flow. Your lands will turn to dust. Your forests will fall silent. And thirst, real cruel thirst, will knock on every door, not just yours, but your children's and theirs after them. But this is not the end of my story. با همه کشورهای عضو برای همکاری در قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره اعلان نمودن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیرک‌ها منتداری خود را ابراز نموده برای متحد ساختن تلاش‌ها جهت تطبیق عدم‌مندانه این قطعنامه دعوت می‌نمایم. You are not powerless. You can stop the warming, stop the melt. Protect me. You can plant. You can restore. You can choose wisely, live gently, and speak for those who have no voice. Because I'm still here, still flowing, still fighting. I am the glaciers. I am melting, but I still believe in you. Your Excellency, President of the Republic of Tajikistan, Mr. Emomali Rahmon, جناب عالی محترم امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، جنابان و خانمان، با صمیمیت کامل همه شما را به افتتاح کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پیرک‌ها خوش آمدید میگویم. در شویتزاریا یک حالت روی داد که واقعا طبیعت با ما بازگوی خود را نشان میدهد و در اینجا ما همکاری های خود را پیشه میگیریم جهت حفظ پیرک‌ها و این در اساس همکاری ها هماهنگ ساختن فعالیت ها برای به مقصد رسیدن و من خواهش میکنم که محترم جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رشته سخن را به شما دهم. لطفاً.
عالی جنابان، محترم رهبران هیئت‌ها، خانم‌ها و جنابان، شما را به تاجیکستان که نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حزب پیریخا را میزبانی میکند صمیمانه خیر مقدم میگویم. این کنفرانس قدم مهم در سمت تطبیق قطعنامه سازمان ملل متحد درباره اعلان نمودن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخا می باشد. همایش امروزه برای تبادل افکار وابسته به این موضوع حیاتاً مهم، همچنین استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب عرصه مکالمه سودمند را فراهم می‌آورد. اشتراکداران گرامی، آبشوی با صورت پیریخا امروز به یک بحران گلوبالی زمان ما تبدیل یافته در طول 10 سالهای آخر آنها با سرعت بلند کاهش می‌یابد. این روند تشویش‌آور در تاریخ انسانیت بی سابقه است. طبق ارزیابی کارشناسان سال 2023 بزرگترین کاهش سالانه حجم پیریخا به قید گرفته شد. در نتیجه 600 گیگاتن آب آشامیدنی تلف یافت که سبب بلندشوی سطح میانه اقیانوس جهانی گردید. تغییریابی اقلیم علاقه باعث نابود شدن تقریباً 3/1 پیریخای کوهی در سراسر جهان گردیده است. این روند تنها مشکلات اکولوژی نبوده، به بسیار ساحه‌های حیات انسانیت علاقمندی زیست دارد. پیریخا در سیاره ما همچون یکی از سرچشمه‌های اساسی آب نوشاکی به حساب رفته، حفظ آنها زمینه را برای رسیدن به اکثر هدف‌های رشد استوار مهیا می‌سازد. همزمان با این آبشوی با سرعت پیریخای قطبی سبب آبخیزی‌ها در کشورها و شهرهای ساحلی شده میلیون‌ها آدمان را از منزل‌هایشان محروم می‌سازد. گذشته از این روند مذکور باعث کم شدن حدود خشکی کشورها و عامل مهاجرشوی اهالی می‌گردد. واضح است که به تلاش‌های فوری و فعال مطابق سازی که به هدف 1.5 درجوی سازشنامه پاریس موافقت می‌کند، این تمایل عاقبت‌های فاجعه‌بار خواهد داشت. پیریخا و قبض‌های یخبندی در گردش اقیانوس‌ها نقش اساسی دارند. آنها همچون تنظیمگر اقلیم معتدل طبیعی در سیاره ما عمل می‌کنند. طبق ارزیابی کارشناسان در حالت زیاد گردیدن حجم پرتو گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر متناسباً حجم ضرر اقتصادی نیز به دولت‌های آسیب‌پذیر افزایش می‌یابد. در صورتی تا 2 درجه بالا رفتن حرارت هوا نابود شدن 3/1 دیگر پیریخای جهان پیش بینی می‌گردد. از این لحاظ ما باید تمام کوشش را به خرج دهیم که اجرای سازشنامه پاریس آید به اقلیم تامین گردد و تدبیرهای ضروری را برای پیشگیری افزایش حرارت گلوبالی اندیشیم. حاضرین گرامی، آبشوی با سرعت پیریخا روند تأمینات آب را خللدار کرده، به امنیت آذوقه‌واری تهدید و به استحصال نیروی برق تازه تأثیر منفی می‌رساند. این روند در اکثریت حالت‌ها خطرهای زیاد ایجاد نموده، نابرابری اقتصادی و آسیب پذیری اهالی را می‌افزاید. بخصوص در منطقه‌های کوهستان
روند آبشوی با صورت پیریخ‌ها باعث آبخیزی، آمدن سیل و فرآمدن یخ گردیده و اینفراساختورها ضرر کلان می‌رساند. کشور ما که 93% مساحت آن را کوه‌ها تشکیل می‌دهند، همچنین روبروی آفت‌های طبیعی وابسته به آب از جمله آبشوی با سرعت پیریخ‌ها همانا آسیب پذیر باقی می‌ماند. تاجیکستان همچون کشور دارای بزرگترین پیریخ‌های آسیای مرکزی امروز با این بحران دچار شده است. تاکنون از 14,000 پیریخ تاجیکستان که منبع تشکل تا 60% آب تازه در منطقه می باشند، 1,300 عدد آنها پوره آب شده نابود گردیده است و روند آبشوی با سرعت پیریخ‌های ما همانا ادامه دارد. تلفات پیریخ‌ها نه تنها به میراث طبیعی ما بلکه به حیات میلیون‌ها نفر در منطقه تهدید می‌کند. محترم اشتراکداران کنفرانس، می‌خواهم به طور واضح قید نمایم که حفظ پیریخ‌ها تنها مشکلات کشورهای دارای پیریخ‌ها نیست، بلکه یک بحران گلوبالی قابل توجه فوری جامعه جهانی میباشد. فعلا در کشور ما جهت آموزش پیریخ‌ها ساختارهای ضروری فعالیت دارد. در برابر این باید گفت که امکانیت‌های فنی و تکنیکی ما مثل ده‌ها کشورهای دیگر دارای پیریخ‌ها محدودند. با مقصد مانیتورینگ فراگیر پیریخ‌ها، اینچنین برنامه‌ریزی و تطبیق چاره‌های تأخیرناپذیر برای حفظ پیریخ‌ها، ما باید همکاری‌های مؤثر را با همه شریکان گسترش دهیم. در این زمینه همچنین نوآوری‌های ذهنی و کمک‌های مالی و تکنیکی ضرور می‌باشد. پیریخ‌های تاجیکستان نه تنها منبع بزرگ آبی دریاهای آسیای مرکزی به شمار می‌روند، بلکه در نگهداری استواری اقلیمی منطقه نقش کلیدی را اجرا نموده برای حفظ اقلیم گلوبالی نیز اهمیت مهم دارد. ضمناً حالت کنونی این پیریخ‌ها تحقیقات علمی دقیق را طلب می‌کند. قابل ذکر است که آموزش نمونه یخ از پیریخ ونجیخ مشهور با نام فیچنگو در جهان یکی از پیریخ‌های کلانترین واقع در خشکی با درازی 77 کیلومتر و قفسی تا 1 کیلومتر میتواند برای انسانیت تاریخ هزار ساله‌های اقلیم را آشکار نماید. با در نظر داشته جایگیر بودن زیاده از 60% پیریخ‌های منطقه در تاجیکستان، پیشنهاد می‌نمایم که یک جا با شریکان رشد و پژوهشگاه‌های علمی و تحقیقاتی اکسپدیسیای فراگیر آموزش پیریخ‌های تاجیکستان را تشکیل کرده در کشور ما یک آزمایشگاه منطقوی یخشناسی تأسیس داده شود. ما از همه شریکان و جانب‌های منفعت‌دار دعوت می‌نماییم که این تشبث را دستگیری نمایند و به این وسیله در تطبیق 10 ساله عمل برای علم‌های یخشناسی سال‌های 2025-2034 سهم مناسبی خود را گذارند. حاضرین گرامی، در برابر سبب‌های اساسی مثل تغییریابی گلوبالی اقلیم و آلوده شوی هوا که با آبشوی پیریخ‌ها آورده می‌رسانند، اینچنین خاکبارش‌های شدید در طول چند ده ساله اخیر و این روند در منطقه ما صورت می‌بخشد. یکی از مشکلات دیگری به پیریخ‌ها خاص در کشور بلندکوی ما خطر کنده شوی کل‌های پیریخی میباشد که در نتیجه آن
منطقه‌های اهالی‌نشین و انفراستراکچور آنها خراب شده. در بعضی موردها حتی تلفات جانی را به بار می‌آورد. در برابر این بعضی از پیریک‌های تاجیکستان خصوصیت لغزیدن را دارند که سبب به وجود آمدن مشکلات جدی می‌شوند. با در نظر داشت آن که پیریک‌های تاجیکستان در بلندی از 3,500 تا 7,500 متر از سطح بر و در منطقه‌های دشوارگذر کوهستان جایگیر شدند، راه اندازی هر گونه برنامه‌ها برای حفظ آنها به مشکل‌های زیاد دچار می‌گردد. بنابراین ما پیشنهاد می‌نماییم که شریکان رشد و سازمان‌های بین‌المللی جهت حل این مشکلات با ما همکاری‌های سودمند را به راه مانند. اکثریت پیریک‌های تاجیکستان از جمله پیریک ونجیخ فچنکا در قطار کوه‌های پامیر جایگیرند. آنها جزئی باغ ملی تاجیکستان محسوب می‌شوند و به نامگوی میراث جهانی یونسکو وارد شدند. وابسته به این حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است که برای حفظ گوناگونی طبیعی این باغ نادر برنامه مخصوص را راه اندازی نماید. محترم اشتراکداران کنفرانس، تاجیکستان طی 20 سال اخیر روزنامه آب و اقلیم را در عرصه بین المللی فعالانه پیشبری نموده، همزمان با این ضرورت واکنش فوری و مشترک را جهت حفظ پیریک‌ها تاکید می‌کند. با در نظر داشت اهمیت مسئله مذکور با ابتکار تاجیکستان در اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریک‌ها و 21 مارس روز جهانی پیریک‌ها اعلان گردیده در نزد سازمان ملل بنیاد اعتماد بین المللی آید به حفظ پیریک‌ها تأسیس داده شده است. ضمناً دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی و منطقوی را ضرور است که با مقصد تأمین فعالیت با ثمر این بنیاد هرچی بیشتر سهم مالیوی خود را گذارند. علاوه بر این با تشبث جمهوری تاجیکستان و جمهوری فرانسه ماه اوگوست سال گذشته از جانب مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه آید به اعلان کردن سالهای 2025-2034 همچون 10 ساله عمل برای علم‌های یکشناسی یک دیلانه قبول گردید. باور دارم که جانبداری از قطعنامه مذکور به پیشبرد موضوع آب و اقلیم مخصوصاً تطبیق با ثمر هدف‌های پیش بینی شده سهم نظر است خواهد گذاشت. حاضرین گرامی، با در نظر داشتی اهمیت این گفته‌ها تاجیکستان از جامعه جهانی دعوت می‌نماید که برای حفظ پیریک‌ها تدبیرهای تأخیرناپذیر قطعی اندیشد. در این ردیف تاجیکستان عملهای فوری زیرین را جهت کاهش دادن روند آبشوی پیریک‌ها پیشنهاد می‌نماید. یکم، بلند برداشتن سطح آگاهی جامعه جهانی آید به نقش حیاتاً مهم پیریک‌ها در تأمین ذخیره‌های آب آشامیدنی و حل مجموع مسائل رشدی استوار. دوم، تحکیم همکاری‌های بین المللی از جمله با جلب فعال عالمان و پژوهشگران، جامعه شهروندی و دیگر جانب‌های منفعت‌دار برای حل مشکلات آبشوی با سرعت پیریک‌ها و عاقبت‌های فراگیر آن. سوم، برای ماندن مانیتورینگ فراگیر و تحقیقات علمی با مقصد بهتر درک نمودن جریان تغییر آبی پیریک‌ها و تأثیر آنها به نظام‌های اکولوژی یعنی اکوسیستم‌ها، ذخیره‌های آب، مسائل اجتماعی و اقتصادی
و تغییریابی گلوبالی اقلیم. جهت حل این مسئله پیشنهاد می‌گردد که کشورهای دارای امکانات جمع‌آوری معلومات دقیق آید به حالت پیریخ‌ها بخصوص توسط ظرفیت‌های ماهواره‌ای تبادل دائمی اطلاعات را با کشورهای دارای امکانات‌های محدود در این جاده راه اندازی نمایند. چهارم، تطبیق اقدام‌های دستجمعی با مقصد برطرف نمودن عاقبت‌های اجتماعی و اقتصادی آبشوی با صورت پیریخ‌ها از جمله تأثیر آن به دسترسی به آب، حفظ امنیت آزخواری، استحصال نیروی برق و حفظ میراث فرهنگی و طبیعی. بخصوص برای حفظ نباتات و حیواناتی که در نتیجه آبشوی با صورت پیریخ‌ها از شرایط معمولی زیست خود محروم می‌گردند، باید چاره‌های تأخیرناپذیر اندیشیده شود. پنجم، اکثریت چاره‌های به حفظ پیریخ‌ها روانه شده با تدبیرهای مربوط و حل مشکل‌های تغییریابی اقلیم هم آهنگ و نزدیک می‌باشند. بنابراین ضرورت مساعدت با کشورها در تطبیق برنامه‌ها و استراتژی‌های مطابق شوی با تغییریابی اقلیم از جمله در منطقه‌های آسیب پذیر توسط روش‌های همگرایی از قبیل نظام‌های آگاه سازی پیشکی و کاهش خطر آفت‌ها به میان می‌آید. ششم، استفاده ثمرناک و جلب ذخیره‌های مالی و فنی برای تطبیق عملی تشبسات جهت حفظ پیریخ‌ها و سهمگذاری به بنیاد اعتماد بین المللی حفظ پیریخ‌ها. هفتم، تهیه و تطبیق استراتژی و برنامه‌های عمل در سطح‌های ملی و منطقوی به خاطر نسل‌های آینده. اینچنین پیشنهاد می‌نمایم که استراتژی گلوبالی حفظ پیریخ‌ها در سطح جهانی تهیه کرده شود. برای تطبیق می‌بایده آن باید تجربه دیگر مکانیزم‌های موجوده به مثل کنونسی‌ها آید به تغییریابی اقلیم، گوناگونی بیولوژی، مبارزه بر ضد بیابانشوی و مانند آنها راه اندازی گردد. تاجیکستان این تشبس را در چارچوب سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد و از همه کشورها دعوت به عمل می‌آورد که از این اقدام پشتیبانی کنند. میهمانان عالی قدر، اطمینان کامل دارم که نتیجه های کنفرانس امروزه از جمله اعلامیه کنفرانس دوشنبه و مراجعت اشتراکداران کنفرانس همچون دعوت به اقدام‌های عملگرایانه جامعه جهانی برای سهمگذاری در روندهای مهم گلوبالی در ساحه آب و اقلیم و رشد استوار خدمت خواهند کرد. همچنین نتیجه های نشست امروزه به تشکل روند نو دوشنبه آید به حفظ پیریخ‌ها زمینه می‌گذارد. مقصد اساسی ما حفظ این ذخیره‌های حیاتاً مهم توسط تلاش‌های مؤثر مشترک جامعه جهانی با منفعت نسل‌های امروز و فردا میباشد. هر ذره تلف شده پیریخ‌ها باعث افزایش خطرها برای آینده انسانیت می‌گردد. بنابراین بیاید هر لحظه را غنیمت دانسته جهت حفظ گنج بی‌بهای طبیعت پیریخ‌ها برای تأمین آینده درخشان انسانیت سهمگذار باشد. امید دارم که جامعه جهانی در تطبیق سریع هدف و عهده‌داری‌های مربوط به آب و اقلیم بخصوص حفظ پیریخ‌ها
و استفاده با ثمر و عاقلانه آب بیش از پیش تلاش خواهد کرد. از توجهتان سپاسگزارم و بار دیگر خوش آمدید میگم به شما.